عید بهترین فرصت برای اشتی کردن است. روزی دستک اگر از یک برادر مسلمان یا خواهر مسلمانشان اینا خفه می باشن، اگر در روز عید نمیتونن اینا دید و بازدید کنن، روزه و نمازی 30 روز که در ماه مبارک رمضان اینا خداوند عبادت کردن قبول نمیشه. عیدهایی که خداوند تعالی در یک سال برای مسلمانان عطا کرده صرفاً به خاطر همین تفاهم است، همدیگر پذیری است و از بین بردن اختلافات در میان مسلمانان می باشد. چون ما و شما میفهمیم قسمی که دوست ما هم گفت کوشش کنیم که همدیگر پذیر باشیم، با یکدیگر خود تفاهم داشته باشیم، کدورت، کینه، نفرت، جنگ، بی‌اتفاقی، بغض، تمام اینا را دور بانیم و همه دست به دست هم بتیم تا بتانیم یک کشور آرام و یک شهر پیشرفته داشته باشیم. اولی که ما دیگه خدا قضاوت نمیکنیم، دومی که درک میکنیم و سومی که فکرای ما را با هم دیگه یکی میسازیم. همیشه مثلا فرق نمیمانیم. مثل که ما چند روز پیش همراه فرستادان جنگ کردم. من اینا میخوایم بگویم به من زندگی کردن یاد داد. حتی برام یاد داد که وقتی دوباره در زمین میفتی چه قسم خدا بلند کنی و کلش از برکت زیه. روزی دستک و دیگه که ما چطور میتونیم کمی اختلافات فرهنگی را از بین ببریم، اختلافاتی که در بینشان هستن هم میتونن این را حل بسازن یا بزرگایی که هستن میتونن کنار پیش از هیت اما اختلافاتی که در بینشان یا هستن یا اونا جگری که هستن میتونن کور پیش از هیت از بین ببرن. پیام من همیست که کسایی که جنگ کردن یا قهر هستن باید در روزای آشتی کنن دیگه، کینه و کدورت در چیزشون نگیرن در قلبشون. خصوصا در روزهای عید اینا میتونن که دید و بازدید داشته باشن از خود، خانواده خود، دوستان خود و همچنان تماما کسانی که اینا دلخور شدن، خسته شدن یا خفگی داشتن از بین خودشون میشه که او را از بین ببرن.